بسم الله الرحمن الرحیم. ما رسیدیم به حکایت 34 از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی، باب اول در سیرت پادشاهان. سعدی می‌فرماید: یکی از پسران هارون رشید پیش پدر آمد خشمناک که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام مادر داد. یکی از فرزندان هارون رشید، ششمین خلیفه عباسی که دو فرزند داشت به نام امین و مأمون، آمد پیش پدر گفت: ای پدر، ای خلیفه، فلان سرهنگ زاده مادر مرا دشنام کرده است. هارون جلسای حضرت را گفت. هارون و بزرگانی که در آنجا نشسته بودند گفت: جزای چنین کس چی باشد؟ کسی که به مادر یک شخص توهین میکند و دشنام میدهد چه جزایی باید بدهیم؟ یکی اشارت به کشتنش کرد، یکی گفت باید او را به قتل برسانیم، دیگری به زبان بریدن، دیگری گفت که باید زبان او را از دهانش بیرون بکشیم و دیگری به مصادره کردن و نفی. یک کس دیگر گفت که تمام مالهای این شخص را باید بگیریم و او را نفی کنیم. نفی یعنی تبعیدش کنیم. هارون پسر را گفت: ای پسر، کرم آن است که عفو کنی. ای فرزندم، بهترین است که او را ببخشی و اگر به ضرورت انتقام خواهی تو نیز دشنام مادر ده. اگر واقعا انتقام میخواهی تو هم مادر او را دشنام کن، نه چندان که انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد. انتقام باید بگونه‌ای باشد که با کار بدی آن طرف برابر باشد. اگر انتقام بیشتر شد آن وقت تو هستی که ظلم کرده ای و آن دشمن توست که میتواند در نزد قاضی دعوا کند. نه مرد است آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، ولی مرد آن کس است از روی تحقیق چو خشم آیدش باطل نگوید. مرد اصلی آن کسی است که در هنگام خشم، در هنگام غضب حرف حقیقت را میزند، نه اینکه از روی باطل و از روی خشم هرچی بر دهان آید بگوید. این کار سعدی میگوید سخت‌تر از این است که انسان با فیلها جنگ کند. یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام. یکی که انسانی بد اخلاق بود به یک شخص را دشنام داد. این شخص گفت که تحمل کرد، گفت ای خوب فرجام، بهتر زانم که خواهی گفتنانی، که دانم عیب من چون من ندانی. گفت من عیبهای خودم را میدانم، من شاید بدتر از این باشم که تو میگویی. اما نکته‌ای که سعدی پیگیری میکند این است که وقتی که تصمیم میگیری، وقتی که در هنگام خشم هستی، غضب داری، باید دقت کنی که از مسیر حقیقت و عدالت دور نشوی و به کناره ها نروی. انشاءالله خداوند متعال به همه ما پاداشی حقیقت و حقگویی را عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.